در تمام آزمون‌های زبان انگلیسی، چه آزمون‌های بین‌المللی مثل تافل، آیلتس، GRE یا جیمت و چه آزمون‌هایی که داخل کشور برگزار میشن مثل EPT، MCHE، MHLE و تافل دکتری، PhD تافل، بخش ریدینگ یکی از مهمترین و سخت‌ترین قسمت است. اما اگه بدونید چه چیزایی برای نمره گرفتن مهمن و اینکه چطوری باید اونها رو یاد بگیرید، تو اکثر این آزمون‌ها میتونید نمره کامل رو بگیرید. برای زدن تست‌های ریدینگ 3 تا چیز هست که باید خوب یاد بگیرید که مهمترینشون گرامره و بخش عمده نمره ریدینگ به اون بستگی داره. دوم دایره واژگان و اصطلاحات که این هم خیلی مهمه و در آخر مهارت تست زدنه که متاسفانه اکثر زبان آموزان بیشترین وقتشون رو روی این قسمت میذارن که به هیچ وجه تأثیر دو مورد اول رو نداره. در این مجموعه پست ها به هر 3 مورد به طور کامل پرداخته میشه. در این پست به اصطلاح to be at the mercy of somebody or something یا to be at someone's or something's mercy میپردازیم و کاربردش رو توی چند تا از جمله های ریدینگ بررسی میکنیم. این اصطلاح به این معنیه to be in a situation where someone or something has complete power over you که مترادفاش میشن to be defenseless against, be vulnerable to, be exposed to, be susceptible to که ترجمهش میشه در معرض چیزی بودن، به خصوص یه چیز بد یا مضر. ترجمه دیگهش زیر سلطه کسی یا چیزی بودن، دستخوش چیزی بودن، تحت تاثیر چیز منفی بودن، در برابر چیزی بی‌دفاع بودنه. چند تا مثال ببینیم. Poor people are increasingly at the mercy of moneylenders. مردم فقیر بیش از پیش تحت سلطه نزولخواران هستند. The army advanced and the people were at their mercy. The people could do nothing to defend themselves from the army. نیروهای نظامی داشتن پیشروی میکردن و مردم در برابرشون بی‌دفاع بودن. این جمله رو میشه اینجوری هم گفت. The people were at the mercy of the advancing army. مثال بعدی. The emperor must realize that he has us at his mercy. امپراتور باید بفهمه که ما رو تحت سلطه خودش در آورده. حالا کاربرد این اصطلاح رو توی چند تا از جمله‌های ریدینگ ببینیم. These animals are at the mercy of the climate to maintain a livable body temperature. این حیوانات برای اینکه بتونن درجه حرارت بدنشون رو در حدی نگه دارن که زنده بمونن به آب و هوا وابستن. In some way, the elite had associated themselves with the power of the gods. Human beings were at their mercy. برگزیدگان خود را به نحوی به قدرت این خدایان متصل کرده یا از آن استفاده می‌کردند و انسان‌ها تحت سلطه آنها بودند. Amphibians are therefore hardly at the mercy of ambient temperature. بنابراین دوزیستان خیلی کم تحت تاثیر درجه حرارت محیط قرار می‌گیرند یا بنابراین دوزیستان تقریباً تحت تاثیر درجه حرارت محیط قرار نمی‌گیرند.